این غول عظیم که میبینی یه بیل چرخ سطحیه که قیمتش میتونه تا 100 میلیون دلار برسه. رکورد گینس هم رسما اون رو به عنوان سنگین ترین وسیله نقلیه زمینی دنیا ثبت کرده. اسمش باگر هست. طولش 225 متره و ارتفاعش 95 متر، یعنی تقریبا اندازه یه ساختمون چند ده طبقه. وزنش چقدره؟ یه چیزی حدود 15600 تن. واقعا دیوونه کننده است. قدرتش هم کم نظیره. با 20000 کیلووات برق کار میکنه، یعنی به اندازه برق یه شهر کوچیک. یه چرخ خیلی بزرگ داره با 18 تا سطل غول پیکر که هر کدومش میتونه توی یه حرکت بیشتر از 7 تن زغال سنگ جمع کنه. ابعادش انقدر تخیلیه که انگار از دل فیلم‌های علمی تخیلی بیرون اومده، ولی کاملا واقعیه. برای کنترلش هم یه تیم کامل اپراتور لازمه. جالبه بدونی سرعت حرکتش فقط 1 کیلومتر در ساعته، یعنی ممکنه هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشه تا برسه به محل بعدی کارش.